مردم شب و روز تلاش داره، هر کس هدف داره دیگه، آرزو داره، میخواد به اون رویاش برسه. خب یعنی چی کاری باید انجام بده که سریعتر به اون رویاش برسه، به هدفش برسه؟ یعنی چی کارهایی که لازمه باید انجام بده. یعنی وظیفه ما اینه که ما اون انرژی درونی ما را، یعنی اون قدرتی که در درون ما هست را بیدار کنیم. ما باید در پشت اون ذهن قرار بگیریم، یعنی به حدی در اون سطح آگاهی برسیم که وزن تو حس کنی همین لحظه. اگر این حالت را همیشه تجربه کنی، یا بیشتر وقتا حداقل این حالت رو داشته باشی، دیگه اصلا کاریت نباشه، تو خود به خود به اون چیزها میرسی. شرطی که توجه و تمرکز دم روی اون چیزایی که میخواهی باشه ها. دیگه من هستم و اون عروسک خیمه شب بازی، هیچ کاری دیگه لازم هم نیست کاری بکنی و تازه رو راضی، نه هیچ، فقط حالت خوب باشه، حس و اون هوشیاری خوب باشه، تمام. اصلا دیگه وظیفه کائنات هستش، وظیفه اون قانونی که در جهان هستی حکم فرماست، انرژی کارش میکنه دیگه. فقط کافیه که تو سطح هوشیاری تو بار بالا، یعنی بیداد کنه دیگه. پاداش میگیری، پاداش بی نهایته، یک دست آوردی بزرگ هست. تو دیگه به وسیله افراد، دستان خداوند، شرایط ها میاد به سمت کمکت میاد. هر روز خدای چه اتفاقای بزرگی برای من رقم میخوره، چون که اونجا تو نشانه ها رو میبینی. وقتی نشانه ها رو دیدی، اونا رو دنبال کن، ببین، نگو که ویل کو از یه، نه تو باید نشانه ها رو که دیدی اونو هی یادآوری کن، هی ذکر کن، هی برجستش کن. چه اتفاقای خوب داره میفته. گنجش که ناز، وای خدا چقدر پر نزنی. آی فرزاد رفت دو طرف، خوشگل بود. سب کن ببینم این اگر پر نزنه. طبیعت به خاطر همین زیبایی هایی که در طبیعت، وای خدا. ببینم رفت یا نه، پایین رفت دوستی که آمد اینجا نشست. خب پس ببین، ایده میاد، لازم نیست که تو فقط بشینی، ایده میاد که این کارا رو بکن تا به اون موفقیت برسی. وای خدا این پر نزنه. این کجا میری؟ چی نازیه، چی خوشگله. ببین زیبایی رو، ببین طبیعت رو، ببین این خودش نشانه ها. این یعنی نعمت خداوند، این برکت خداوند، این نشانه خودش آمد سمت من وصلم، من طبیعت، من عشق می‌ورزم، چون که من الان دیگه عاشق خودم هستم. همین خودش نشانه است. نشانه ها رو ببین و خدا رو شکر کن. فقط کافیه که حالت خوب باشه 100%. ببین همین خودش نشانه. ببین راحتی ما این رو باید ببینیم.
و اینو تعبیر کنیم به چیز خوب و این یعنی وصلیت به طبیعت. خود ما طبیعت هستیم، ما وصلیم به این طبیعت. خدای شکر، خدای شکر که این طبیعت ممنونت. ای گنجشک ممنونم شما من شدین. ایده میاد فرصت ها، برو به سمت فرصت ها، گوشایش اتفاق میفته. برو ایده میاد که این مسئله رو چطوری حل کنی، مسئله‌ای که در زندگی داری. اصلا مسیر خودش باز میشه، راه در باز میشه، به شرطی که تو باور کنی که در باز میشه. همش اگر بگی که نه نمیشه، شک داشته باشی، هی اگر شاید و اینا، نه، تو باید مطمئن باشی، یقین داشته باشی اتفاقای بزرگ منتظرش باشی. اون حلقه مقدس یعنی روی مدار خودت قرار بدی. واو دوباره اومدی ها خدایا. پس یعنی انرژی باید نهاده نبشه در تمام لحظات. هر لحظه ما پر از شادی باشه، نشاط باشه. هر لحظه زندگی ما یعنی انرژی در تار و پوت ما، سلول های ما، خون و استخوان ما رخ نکنه، رسوخ کنه. اصلا ما ماده و فیزیک و بدن نه، ما انقدر سطح هوشی ما بالا باشه که ما اصلا اینها را توجه نکنیم، نبینیم، چون که ما انرژی هستیم. ما هر لحظه در بعد 4 باید باشیم. حالا هرچی که خودت در بعد 3 ببینی، یعنی طول و عرض ارتفاع، یعنی خودت این جسم ببینی، این جسم نیست، این در حقیقت ارتعاش هایی هسته که با هم متصل شده. این ساخته، این ساخته، بدن ساخته، در صورتی که همه چی انرژیه. این انرژیه، من انرژی هستم، هر چی انرژی. وقتی سطح هوشی تو بالا باشه، تو اصلا همه چیز انرژی میبینی، چون که هست. وقتی که اون وارد اون حلقه مقدس بشه، ببین این گنجش که اصلا دور نمیره، یک سره همین کنارم، به من حال میده، به من عشق میده، من دوستش دارم. من جزء طبیعت هستم، طبیعت جزء منه. عشق بورزیم، این یعنی زیبایی، این یعنی حال خوب. چرا ما در هر لحظه روی اون مدار فرکانس نباشیم؟ ببین چقدر حال میده. یک سره من ول نمیکنه، همین فراری هم نیست از دست من، ترس و هراسی هم نداره. میاد اصلا همین چند دقیقه پیش اصلا چیزی نمونده که روی دستم بشینه، چون که ما عاشق طبیعت هستم، عاشق خودم هستم. ما باید در بالاترین حد لذت و شادی و آرامش و حال خوب باشیم، باید باشیم، چون که به نفع ماست. ما باید، اگر میخوای به هر چیز برسی، اول به هیچ چیز برسی. هیچ کس، هیچ جا، هیچ زمان، هیچ مکان. اونجاست وحدانیت، اونجاست یگانگی، اونجاست وصلیت. ما وصل هستیم به طبیعت، به هر چیزی که دور بر ما هست. ما انرژی هستیم. پس در فیزیک کوانتوم، خب
همونطوری که همه چی انرژیه. انرژی چیه؟ موج چیه؟ لرزش. همه چیز در حال اینو وقتی که بشکافی، ریزترین از چیه؟ اتم، بعد نیوترون، بعد پروتون، مولکول هایی که دور اون هستش میچرخه، کوارک، بعد فضایش خالیه. انرژی یعنی همیشه ثابت نیست، چی دستم باشه، چی این آهن باشه، چی این گوشی باشه، چی این کتاب باشه، چی مثلا این درخت باشه. پس یعنی در حال جنب و جوشه اینا. فضای خالی. البته این در کوانتوم، یعنی زیر ریز ذرات کوانتومی الان ثابت شده، دانشمندان طبق فرمول اینشتین که تازه مردم بیشتر سعی میکنه درک کنه که ایلان ماسک الان تمام اون را داره اجرا میکنه که کاش ماها همه بشیم اینشتین، بشیم ایلان ماسک، بشیم اون انرژی، وصل بشیم به اون انرژی منبع. مثلا سالیان سال پیش ما فیزیک چی رو داشتیم؟ کوانتوم داشتیم یا کلاسیک داشتیم. اون زمان این طبیعت، نگاه، این طبیعت رو اینا میگفتن اگر اینا وقتی که تکان نخوره اینا ساکینه، ثابته، یا ما یا آهن یا هر چیزی میگفتن ساکینه، ثابته. ولی الان یعنی کوچکترین اون نیوتن یا فیزیک نیوتن یا فیزیک کلاسیک، اون زمان کوچکترین چیزو چی میگفتن؟ اتم میگفتن. ولی الان دیگه از او که در ریستر، از کوچکترین نوترون، پروتون، بعد دور اونا خب مولکول، اون چیز که میچرخه دورش، پروتون، نوترون، بعد مولکول یا یه چیزی هستش که دور اینا میچرخه، حالا نمیدونم اسمش مولکول یا چیزی دیگه، شبکو نوترون، پروتون، خب حالا اون یادم نیستش. ولی از اون که ریسترش کوارک، که از اون که ریستر فضا خالیه، هیچ چی نیست، ما با اون هیچ برسیم. اونجاست وحدانیت، اونجاست یکی شدن. پس ما در فیزیک کوانتوم فهمیدیم که این وقتی که تکون نمیخوره بازم ارتعاش داره، جنب و جوش داره، حرکت داره. اما اگر ما حرکت بدیم ارتعاشش بیشتر میشه. این در قانون جاذبه آلبرت اینشتین اینو میگه، قانون نسبیت. ما مثلا به این علاقه داریم، خب این طبیعت دیگه، جز طبیعته. یا مثلا به یک توپ والیبال، توپ فوتبال، من دوستشم، یعنی با من اون توپ رفیقه، چون علاقه به بازی دارم، توپ بازی یا فوتبال. اون توپ اونجا هستش، هم ارتعاش داره، هم فرکانس داره، جنبشش داره. اما همون توپ در دنیای فیزیک ما اگر حرکت بدیم خب ارتعاشش چند برابر میشه. اما در دنیای متافیزیک، در دنیای
4 بعدی، ما اون عاشق اون توپ هستم، حس خوب دارم به اون توپی که اونجاست. این یعنی بلا فاصله به ما منتقل میشه. این یعنی خم کردن فضا زمان، یعنی اون به دست آوردن اون لرزش، اون ارتعاش چند برابر میشه در دنیای متافیزیک. خب حالا بازم ببین اینجوری ما چی رو به دست میاریم، اینجوری ما ثروت به دست میاریم. حالا یک مثال دیگه بزن. خب من یک روزی خیلی بیحالم، حالا حوصله چیزی رو ندارم. خب اونجا دیگه اون ارتعاش کمه، مثلا موج و لرزش کمه. خب احتمال داره که دیگه اگر اتفاقای بعدم نیفته، ولی خب انتظار اتفاق خوبم نیستش دیگه، چون خم کردنی فضا زمان نیست اونجا. ما دیگه اونجا به دست نمیاد. اما یک روز دیگه من سرحالم، شادم، شور دورم، هیجان دارم، انرژی. اونجا توجه و تمرکزم روی اون خواسته من هست، اون چیزهایی که من میخوام، رویایی که دارم، حالا یادگیری زبانه، به دست آوردن سلامتیه، به دست آوردن ثروت، هر چی هست اونجاست. اگر ما واقعا هر لحظه اون اثری ناظر که نه، زندگی همین لحظه است، گذشته و آینده ای اصلا وجود نداره، در توهم هستی. تو هر لحظه در پشت ذهنت قرار بگیر، تو اون قدرت درونی رو بیدار. آگاهی، آگاه باش. آگاهی یعنی این، یعنی حس کن، حس خوب. دیگه کارت نباشه، تو دیگه هیچ کاری، فقط همین ارتعاشش بالا، ارتعاشت بالا باشه، خوشحال باش، بخند. دیگه اتفاق خوب انتظارش هم داشته باش، تمام میفته. اصلا اتفاق خوب امکان نداره نیفته، میفته. اونجا یعنی به دست آوردن چون که تو اون جاذبه رو ایجاد کردی، چون حالت خوب بوده. ما انرژی رو چطوری ما بخوایم تبدیل کنیم هر لحظه؟ اون قانون پایستگی چی میگه؟ انرژی ایز بوده و انرژی هیچ وقت از بین نمیره. ما در حال تبدیل کردنیم. ما چطوری اونو تبدیل کردیم هر لحظه انرژی رو؟ ما نیاز به سرعت نور داریم. ما اون لحظه که حس میکنم اون توپ را الان، اون حس علاقمندی، این یعنی تبدیل کردن به جاذبه. یعنی چون اونجا احتیاج داشتیم به سرعت نور، این یعنی سرعت نور ایجاد کردم، یعنی جاذبه ایجاد شد. الان ما اون جاذبه رو ما تبدیل به میکنیم، به همین راحتی، یعنی جذب کردن. اینه خم کردن فضا زمان. پس ما فهمیدیم که جسم، بدن، فیزیک هیچی نیست. اینها یک ابزاری هست. اصلا تو فکرش بکن یک رباتی هست. اصلا انرژی کاری هست. انرژی میگه به بدن ما، میگه برو حرکت کن، برو این کارها رو بکن. ولی ما باید بخوایم به هدف ما برسیم، باید اون کارها رو بکنیم، چون انرژی ما رو نمیذاره که تنبلی کنم. انرژی ما رو به حرکت در میاره. ما یک رباتی بیش نیستیم.
یک عروسک خیمه شب بازی هستیم. تمام، هیچ کاره. اگر میخوای پس تا اینجا یاد گرفت که ما در اختیار انرژی هستیم، به شرطی که ما اون انرژی را سطحش ببریم بالا. همیشه اینطوری باشیم، ما همیشه در لحظه باشیم. بخوای ارتعاش درک کنی، تأثیر اون گوی آونگ، وای خدا چه نگاه این گنجشک که منو ویل نمیکنه. ای خدا ببین، این یعنی جذب کردن، این عشق ورزیدن، این یعنی عاشق طبیعت بودن. خدایا، وای خدا چه نازه این. خدایا صبر کن، من دوباره این گنجشک خوشگله نشون بدم. و کجا رفت دیگه؟ رفت اون طریق، الان برمیگرده به طرف. کجا رفتی؟ ای خدا، خدایا شکرت. حالا رفت اون طرف. خب پس تأثیر اون، خب بخوایم این ارتعاش رو درک کنیم، بفهمیم که ارتعاش یعنی چند تا توپ یا چند تا اون گلوله های که هستش، یا مثلا آونگ. خب تو یک ضربه بزنی به اون گوی ها، چی جوری این به اون تاثیر میذاره، یعنی منتقل میکنه انرژی رو. خیلی این زیبایه واقعا. سرچ کن، خب بنویس آونگ، تصویرشو ببین، عکسش یا ویدیوشو. اونجا ارتعاش درک میکنی که همه چیز یعنی فرکانسه. رادیو چجوریه؟ موج رادیو. ما چجوری به اون توپ عشق میورزم، حس میکنم. این یعنی فرکانس، ارسال فرکانس. تلفن وقتی که زنگ میزنم در یک کشور دیگه، این کد دیگه، این فرکانس روی اون خط قرار میگیره. به همین راحتی. این یعنی جذب کردن هدف خواسته، رسیدن به اون. خب پس ما یعنی چقدر زیبایه که ما اگر درک کنیم که در لحظه زندگی کنیم. ما غیر از لحظه هیچ زمانی وجود ندارد. گذشته و آینده ای نیست، توهم. متوهم اصلی که ما گذشته ای داشتیم. کجای اون گذشته؟ تو الان میبینی؟ تو الان الان میبینی، همین لحظه، همین حسی که میکنی، بویی که میکنی، میشنوی با همین حواس پنجگانه یا اون حس ششگانه رم که بیدار کنی که خیلی کمک کننده هست. ما از طریق همون حواس پنجگانه هر چیز را میشنویم، میبینیم، لمس میکنیم و مزه میکنیم. و همین لحظه از توجهت کجاست؟ از طریق انرژی ما باید تبدیل کنیم هر لحظه. لحظات ما زیبا باشه، هر لحظات ما شاد باشه. تو همین لحظات کجا هستی؟ در کجاها دیگه میفهمی که دیگه وقت تلف نکنی. تو بخوای به هدفش برسی، توجه تو به گذشته چیکار کردی یا آینده میخوای چیکار کنی؟ به هیچ چیزی دیگه نباش. همین الان حالت خوب باشه، همین حال باید شاد باشی، خوشحال باشی. و اگر اینجوری باشد به نفعته. این یعنی تو به اون هدفت میرسی، به اون چیزهایی که لازم هست میرسی.
ما اینجا یک تفاوتی بین فیزیک و متافیزیک بررسی کنیم که فیزیک مهمه یا متافیزیک. خب فیزیک اگرچه همه چیز انرژیه، خب فیزیک چیه؟ چه چیزهایی که ارتعاش هایی که با هم وصل شده اینا شده فیزیک، اینا شده ماده. خب دوتاش مهمه. ما زمانی که به چیز را نفهمیم، درک نکنیم، کمک بگیریم از متافیزیک، از این ارتعاشات، انرژی. اینا نیکولا تسلا میگه هر وقت که ما نتونستیم به چیز رو درک کنیم، برو سراغ ارتعاش، انرژی، فرکانس، از او کمک بگیر. اونجا تو میتونی درک کنی. کافیه که سطح انرژی تو بالا باشه، کافیه که از این فرمول نسبیت استفاده کنی. همون جوری که الان دانشمندان 2% جامعه دنیا داره از این استفاده میکنه، سطح انرژیش بالاه. الان ایلان ماسک سطح انرژیش اوج پرواز، جهش کوانتوم لوپ هر لحظه. این یعنی به دست آوردن تی یعنی همین درخت، تی یعنی همون رویای ما، تی یعنی رسیدن به چیزی که میخوایی به زودی اتفاق میفته، میرسی، به شرطی که باور کنی اثر ناظری که در کوانتوم است. هر لحظه را دریاب، فقط همین لحظه را حالت خوب باشه با الگوگیری از فرمول های آلبرت اینشتین. تو میخوای جایگاه تغییر بدی، میخوای سطح بالای از جامعه قرار بگیری، میخوای اون درآمدت 8 میلیاردری باشه یا 8 میلیونی، پس یک فردی که درآمد 8 میلیاردی داره اونجوری فکر کن. اون کارهایی که یک 8 میلیاردری انجام میده اولویتش چیه در روز، در هر لحظه؟ آیا دنبال یک چیزای بیخودیه؟ دنبال یک چیزایی که هیچ مهم نیست؟ آیا او کسی که درآمد 8 میلیارد داره همون کارهایی که افرادای معمولی، افرادای عادی، افراد روزمره، کارهای دیروزی انجام میده، اینجوری باشه او 8 میلیارد میتونه در بیاره؟ پس این است تفاوتی. میخوای واقعا جایگاه تغییر بدی؟ میخوای سطح انرژیت بالا ببری؟ میخوای پرواز کنی؟ میخوای اوج بگیری؟ پس ببین همین الان توجهت کجاست؟ تمرکزت کجاست؟ هر لحظه تو مدیتیشن میکنی، باید ذهنت آرام کنی. این ذهنت اگر شلوغ باشه و پر از سرصداها باشه، این مغزت کار نمیکنه. پس آرام، فقط همین لحظه حال را درک کن. پس توجه تمرکز ما الان کجاست؟ فقط روی اون چیزایی که میخوام به دست بیارم. توجه و تمرکزم فقط روی اون هدفهای من هست، روی اون برنامه های من هست که اونها رو میخوام به دست بیارم. به زودی اتفاق میفته برای من. تمام. همین سطح انرژی ما بالا باشه، قدرت درونی بیدار کردن، آگاه، هوشیار. ما در پشت اون ذهنم الان قرار دارم، پشت اون افکارم الان قرار دارم. امکان نداره که اون چیزهای خوب، چیزهایی که میخواییم اتفاق نیفته. همین الان
اتفاق میفته. نشانه هایش رو میبینم به زودی. ممنون از اینکه تا اینجا با ما بودید دوست عزیز.